روز دوشنبه در بازارهای جهانی نرخ نفت از 33 دلار برای یک بشکه پایینتر شده، قرب روبل روسی را هم تا 76 روبل در مقابل 1 دلار ایالات متحده آمریکا پایین برد. سبب چنین حال رشد ضعیف اقتصاد چین نامیده شده است. سر از آغاز سال نو بازارهای سهمیه‌های چین 2 دفعه فعالیتشان را قطع کردند، زیرا قیمت سهمیه‌ها غیر منتظره به زمین زده بود. صبح روز دوشنبه صرافی‌های روسیه دلار آمریکا را با نرخ 76 روبل و 49 تین یا خود 49 کپیک مبادله می‌کردند. بانک مرکزی روسیه به صرافی‌های این کشور دستور داده است که روز سه‌شنبه 12 ژانویه دلار را با نرخ 75 روبل و 95 کپیک به فروش برآورند. بعضی ساکنان مسکو به خبرگزاری ریترز گفتند که حکومت به قدر کافی برای حفظ قرب روبل تلاش نمی‌ورزد. دیگران بر این نظرند که قرب نااستوار روبل به زندگی آنها تأثیر زیاد نخواهد داشت. روسیه سبب اساسی افتیدن قرب روبل را با افتیدن نرخ نفت ارتباط می‌دهد. فعلا نفت به پایین‌ترین نرخ در 7 سال اخیر فروخته می‌شود. بودجه امساله روسیه طوری تهیه شده است که نرخ میانه یک بشکه نفت نباید از 50 دلار پایین باشد.